با درود دوستان عزیز، چون همیشه من شهاب حکمت با شما هستم و امروز درباره یک موضوع خیلی عجیب میخواهم با شما صحبت کنم. این هم درباره آن که شاعرهای ما در گذشته بسیار دخترها را ترک میگفتند. مثال اگر آن ترک شیرازی یا که ترک فلانجایی، گویا که فقط دختران ترک بودند، در همه جا ترک زندگی میکرد و دیگران نبودند. وقتی که در اون زمانها ترک ها در خیمه ها بودند، نه در شهرها، بیشتر در خیمه زندگی میکردند، در شهر کم بودند، در بین مردم ایرانی تبار زندگی میکردند و خیلی کم. اما همین چی است؟ به چی سبب این را میگفتند؟ یا که آنها نسبت به دخترهای ایرانی زیباتر بودند. مثال ترکیه امروزه، اینها ترک نیستند، اروپایی های هستند که زبان خودشان را گم کردند، فراموش کردند. یا آذربایجان، اینها هم ایرانی های هستند که ترک شدند، مثل تاجیک های سمرقند و بخارا که نه البته نه همهشان، اما در بینشان هستند که زبان را فراموش کردند و ازبک شدند. اما ترک های اصلی همان قسمتی که در ازبکستان ازبک هستند و قزاق و قرقیز و قرقلپاق و همین ها هستند. من اینجا گفتن نیستم که کی زیبا و کی زشت است، فقط همون مقصدی همون شعرها رو گفتنی هستم که چی میخواستند یا چی گفتند اون شاعرها. البته که در اینجا زیبایی زنهای ترک را گفتگی نیست، فقط مردم ما هستند همون شاعرها یا که کسانی تفسیر میکنند همانها نادرست تفسیر میکنند. در شعرها آنها صفتی ترکی را به دخترها میدهند، به دخترهای ایرانی، یعنی به دختر تاجیک و به دختر کرد و لور و همه ایرانی تبارها. صفت ترک چی است؟ غارتگری، یعنی که به یغما بردن دل و جان مرد، عقل و هوش و همه چیز مرد را به یغما می بردن، غارت می کردن. همین را در نظر دارد. اگر گویم که آنها دختر ترک را وصف می کردن، پس در همه جا فقط ترک بوده است، تاجیک نبوده است دیگر. که وقتی که ترک ها در خیمه ها زندگی می کردن، دل و جان و تن را بوده، رخ شرمگین نموده، همین چیزها را می گفتن که عقل و دل و جان و همه چیز مرد را غارت میکردند دخترها. همین را یعنی که صفتی ترکی را گفتند. شما هم اندیشه هایتان را نویسید تا نوار آینده خدا یار و مددگارتان باشد. با درود.